لحظه دیگر بمان با ما که بی تو چشم تر داره چنین مظلوم رو جانا که داغ بر جگر داره لحظه دیگر بمان با ما که بی تو چشم تر داره چنین مظلوم رو جانا که داغ بر جگر داره شهید به مزار شهید به مزار شهید به مزار تو از یادت مبر ما را که چشم ما بسوی تو که ما مظلوم دورانه که بی تو چشم تر داره شهید یک جوانی که سر ذهنیت خود خوب اما تو باور داشته باشه من یک چند جمله را برشان میگم و بتانه که دوباره مو جملات گفته بتانه. تو کسی هست که اما تو در صنف خدا اول نمره بوده باشه و سر ذهن خدا هم اعتماد بسیار خوب داشته باشه زود درس استاد گرفته بتانه می خلاصه شده در 2 دقیقه بگویه. نداریم شکر کوکه خود شخص داماد است. بین یک قهرمانی کردی یک قهرمانی دیگه هم بکن. نه سوال بسیار آسان است اما جایزه تا هم تیار است انشاءالله. بعضی علما میگن که امی عروسی ها محافل که گرفته میشه محافل ولیمه اکثرا در این موسیقی و ساز گپا می باشه و در این مجالس کس مثلا وقتی که ساز میرن تقریبا در یک پارچه موسیقی فعلا که مثلا در هتل می باشه تقریبا بیشتر از 20 گناه در اونجا جای داره. اینال نوبت شما میرسه که خلاصه آن چی که من گفتم شما بیان کنید. Ma per essere una cosa sul film che no, questa cosa non è che non cosa l'unica si risolve. Sono questo l'unica che ha capito che la settimana عادت اجتماعی ما ببینید شده که مراسم خیر خود را هم به طرف شر می‌برند و او را به مصیبت و گناه مبدل می‌کنند. نکات دکتر شما که حقیقتا در بعضی از اشعار میگه در خیلی از اشعار مفاهیم خلاف عقیده اسلامی وجود داره یعنی به صراحت یک نفر خلاف عقیده اسلامی گپ میزنه و خیلی از موارد خلاف اخلاق اسلامی هست و خیلی از موارد دیگه هم خلاف احکام اسلامی است. به عنوان مثال الله تبارک و تعالی شراب را نجس گفته و بر زن مسلمان دستور داده که عورت و زینت خود را بپوشانه اما در اونجا یک کسی به نام هنرمند که اسلام خیلی خوبتر به کنار شده دلاق بوده باشد اسلامی به اینجا خلاف افق و خلاف اخلاق و خلاف عقیده اسلامی همیشه صحبت میکنه و مردم هم خوشحالن و فکر میکنن که حتما باید یک مراسم خوشی را باید به همین ترتیب تجلیل بکنیم یعنی یک ذهنیت متاسفانه در جامعه ما عام شده و تعبیر استاد گناهان زیاد داره خلاف عقیده اسلامی هست اشعار و استاد دیگه وقتا بعض از نمونه ها هم ذکر میکنه امروز کمی مراعات کردم ذکر نمیکنم و خلاف احکام اسلامی هم هست و خلاف آداب اسلامی هم هست و روش اجرای از اون هم غالبا طبعا با اختلاف میباشه و گناهان زیاد دیگه هم در بر داره و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صفت دیگه مؤمن را به گونه معرفی میکنه که اون نسبت به ناموس خود و نسبت به فامیل خود غیرت داره و خیلی از وقتا به این بهانه ها خیلی از کسانی هستن که متوجه اون عفت فامیل خود و حتی دوستا و کسانی که به عنوان مهمان اومدن نمیشه. تشکر جایزه مستحق هستید. لحظه دیگر بمان با ما که بی تو چشم تر داره چنین مظلوم رو جانا که داغ بر جگر داره شهید به مزار شهید به مزار لحظه دیگر بمان با ما
مظلوم روزانا کے داغ بار جگر